قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند می‌پذیرند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد استفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. این کلمه را با بنده تکرار کنید. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. ابتداء در این آیه، در رابطه با این آیه، مسائل کوتاهی را عرض می کنم و این مسئله به نزد این حکیر بسیار مهمه و بسیار قابل توجهه و آیه قرآن خوانده شد و این قسمت از عرایزم را خوب توجه کنید. و او این از سروران من که الله رب العزت خدای عزوجل بر ما بسیار منت گذاشته و احسان کرده است و ما باید نعمتهای پروردگارمون را، ربمون را همواره یاد کنیم. یا ایها الناس اذکروا نعمت الله یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله. الله تعالی به همه انسان ها خطاب میکنه، دارای هر تفکر و دارای هر برداشت و دارای هر سلیقه هستند و دارای هر دینی هستند. الله تعالی اونها را همه را خطاب میکنه که نعمتهای من یاد کنید. هل من خالق غیر الله؟ آیا خالقی غیر از خدا هست که شما را روزی برسانه برای شما، نان بده به شما، آب بده به شما و همه نعمتها را برای استفاده شما، برای بهره‌مندی شما به شما عنایت کنه؟ آیا شما خالقی دارید غیر از خدا؟ تنها یک ذات یگانه الله رب العزت است که شما در نعمتهای او سر تا پا غرقید و خطاب میکنه به مؤمنین که ای مؤمنین، شما هم نعمت پروردگار را که خاص خودتون هستند، یک نعمت عام برای همه انسانیت و یک نعمت خاصی برای ما که الله سبحانه و تعالی حبیب خودش را، سید المرسلین صلی الله علیه و سلم را به ما مبعوث داشته به طرف ما. دین اسلام را الله تعالی به ما عنایت کرده، آخری دین، کامل ترین دین، دین مرضی عند الله. و الله سبحانه و تعالی آخری کتابش را، قرآن عظیم الشان را به ما نازل کرده به سوی ما. و لہذا این نعمت ویژه پروردگاری که برای مؤمنین، البته برای همه مردم دنیا هستند،
ولی مستفیدین، استفاده کنندگان، بهرهمندان مسلمانان. الله سبحانه و تعالی نعمتهای خاص را یاد میکنه و مؤمنین تذکر میده که نعمتهای خدا را یاد بکنید. ای مؤمنین و مؤمنات که شما در این جلسه حضور دارید، مادران، خواهران، دختران و ای سروران، برادران، پدران، یاد کنید نعمتهای الله رب العزت را که خدا چه نعمتهای به ما عنایت کرده است. همه عالم در نعمتهای محاصره نعمتهای الهی، در غرق در نعمتهای پروردگار، همه بشریت، همه انسانیت. ولی واقعا نعمتی که الله تعالی به مسلمانان عنایت کرده هرگز قابل قیاس با دیگر نعمتها نیستند، با مادیات نیستند، با مادیات نیستند، با منافع دنیوی نیستند. چرا مادیات به فنا میرسه، فانیه، و نعمتهای دنیوی فنا میشوند عزیزان من، در شرف فنان. ولکن نعمت ایمان، ثروت ایمان، دولت ایمان، دولت هدایت و دولت دین، این دولتی است و این ثروتی است و سرمایه‌ای است که فنا نمیشه و باقی است. هم در دنیا برای ما بهترین زندگی را به ارمغان میارد اگر ما به دین عامل باشیم و پایبند دین باشیم. حیات طیبه، زندگی پاکیزه و راحت هم در دنیا در گروه نعمت معنوی است و هدایت هست و ایمانه، و هم نعمتهای سروران گرامی اخروی، نعمت قبر و نعمت در نعمت بهشت و رضامندی پروردگار که ما فوق همه نعمت هاست و بالاتر از همه نعمت هاست. این نعمت هم به دولت ایمان میرسه، سرمایه ایمان میرسه، سرمایه هدایت میرسه و سرمایه دین میرسه. بزرگترین نعمت پروردگار دین هست سروران گرامی. نعمت دنیوی را، روزی را، ثروت، پول، دارایی، حکومت، پست، اینها را خدا به هر کس میخواهد میدهد، اما نعمت هدایت را و نعمت دین را و نعمت ایمان را به هر کس نمیدهد. عزیزان من، امروز مردم ژاپن، مردم آلمان، مردم اروپا، مردم امریکا، امریکایی ها و سایر مردم دنیا از لحاظ تکنولوژی، از لحاظ صنعت، از لحاظ ثروت و دارایی خیلی از ما پیشرفته ترند. نعمت کلان خدا به اونها داده است، اما به ما فرموده شما چشم دراز نکنید به نعمت اینا، برای اینکه من به شما نعمتی دادم، نعمت 7 من المثانی والقرآن العظیم، نعمت قرآن، نعمت الحمد شریف، الحمدلله رب العالمین، که در نماز من و شما تلاوت میکنیم، نافله و فرائض، در تمام نمازها الحمد میخوانیم من و شما. این نعمت فاتحه، نعمت سوره الحمد و قرآن عظیم الشان، مهمترین نعمت، بالاترین سرمایه، سرمایه پایدار، سرمایه ماندگار، عمل باقی الله رب العزت به من و شما عنایت کرده است. لذا ما نباید حسرت بخوریم، افسوس بخوریم که اینها داده شدند و ما نداده شدیم، اینها دارند و ما نداریم، اینها غنیند و ما فقیر. به خدا قسم بزرگترین سرمایه دار در دنیا شمایید که به اعتبار معنوی سرمایه دارید. سرمایه معنوی خدا به شما عنایت کرده، سرمایه ایمان. آنجایی که سرمایه اینها کاری از دستش ساخته نمیشه و سرمایه اینها به پایان میرسه و تمام میشود و اینها تهی دست میشن و دست خالی میشن، سرمایه شما میدرخشه و ناجی شما میشه و شما را به جنت فردوس میرساند. شما بالاترین سرمایه را دارید
کسی که اهل قرآنه، صاحب قرآنه، صاحب دینه، صاحب هدایته، کسی که دستش به دامان محمد رسول الله است، کسی که پیرو حضرت رسول صلی الله علیه وسلمه، کسی که خدا داره، رسول صلی الله علیه وسلم را داره، این بالاترین ثروتمنده، این بالاترین ثروت این انسان دارد. و لحاظا شما سرمایه عظیمی را دارید، سرمایه بزرگه. شما نمیتوانیم من و شما شکر این نعمت بجا بیاریم که مسلمانیم، پیرو حضرت رسول صلی الله علیه وسلمیم، پیرو ابراهیم خلیل اللهیم، پیرو انبیاء علیهم السلامیم. این ثروت چنان ثروت عظیمی است و چنان ثروت کلان و بزرگی است که خونهای انبیاء برای این سرمایه ریخته شده. انبیاء علیهم السلام برای این سرمایه کشته شدند. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دندانهای مبارکش را در دامنه احد از دست داد و بیهوش افتاد در دامنه احد. حمزه ها، مصعب ها، حسین ها، علی ها، عمر ها، عثمان ها، رضوان الله تعالی علیهم اجمعین، بزرگان ما و پیشوایان دینی ما، مقدسات ما در راه دین بهترین دین خدا، دین اسلام به شهادت رسیدند. در طول تاریخ سروران گرامی وصیت انبیاء علیهم السلام به دین بوده. انبیاء وصیت کردن به دین، از آدم تا خاتم علیهم التسلیم، همه انبیاء علیهم السلام مردم را وصیت به دین کردن. و بنده یک طلبه ناچیز، ولی به هر حال 60 سال از عمرم گذشته، شما را وصیت میکنم امروز به خودم و به شما که دین خدا را محکم بگیرید. البته وصیت من برای اون بزرگانی که از من از لحاظ سنی بالاترن، همه شما از لحاظ فضل بالاترید، جسارت هست، ولی به شما که به هر حال از سن از بنده پایین تر هستید، عرض کردم فضل من از همه شما کوچکتر، لحاظا وصیتم آنه به شما برادران و مادران که دین خدا را محکم بگیرید. دین از دستتون نره، ضربه به دین شما وارد نشود، آسیب نگذارید، آفت به جسم شما وارد بشه، خدا نکنه به فرزند شما وارد بشه، به مال شما وارد بشه، به ثروت شما وارد بشه، به زراعت شما، به دامداری شما، به هر قسمتی آسیب و آفت وارد شد، ولی اجازه ندید آسیب به دین تو وارد بشه. بازم توصیه‌ام عرایزم اینه که بشینید دوستان، جزاکم الله، خدا شما را خیر بده. شما تا صحبتم میشنوید، انشالله اطاعت میکنید و خدا شما را اجر عنایت کند. دین ضربه پذیر سروران گرامی، ایمان ضربه پذیر، هدایت ضربه پذیر، ضربه میخوره هدایت انسان اگر کوتاهی کنه در امر الهی، ایمانش ضربه میخوره، دینش ضربه میخوره. اگر در نماز کوتاهی کنه، آخری وصیت سید المرسلین در احادیث آمده، حدیث مسند احمد و روایتش راویش سیدنا علی رضی الله تعالی عنه هستند که میفرمان من گفتم یا رسول الله، عرض کردم که شما وصیت بفرمایید، ما وصیتتون را حفظ میکنیم، یاد میکنیم. شما چی میخواستید یا رسول الله وصیت بفرمایید؟ فرمود وصیتم در رابطه با نمازه. آن حضرت آخرین لحظه هم در رابطه با نماز می اندیشن و در رابطه با نماز فکرمندن و در رابطه با نماز من و شما فکرمندن. من و شمایی که نماز صبح مانگاهی بعضی از ما قضا می کنند، زنان مردان که نماز قضا می کنند، حضرت فکرمند بودند که بعد از من امت من در حق نماز کوتاهی نکنه، سستی نکنه. و صحابی فرمودن، حدیث دیگری هست، مفهوم حدیث اینه که هیچ چیزی در حیات طیبه یا حضرت مهمتر از نماز نبود.
اولی چیزی که ما شناختیم در اسلام مهمتر از همه چیز نماز بود. ان اهم اموركم الصلاة فمن ضيعها فهو لما سواه اضيع. لہذا مهمترین امر، حدیث دیگری است، مهمترین چیز فرمودن در حیات طیبه آن حضرت نماز بود و امروز فرمودن شما نماز کوتاهی میکنید در حق نماز. امروز نماز بخش بزرگی از امت ضایع، امت با ترک کردن نماز و کاهل نمازی، کوتاهی در امر نماز، سستی در حق نماز امروز امت مواجهه و این شرایط سختی بر امته و این شرایط حساس بر امت دچار امتحان و آزمایشات الهی است و این آزمایشات و امتحان از آنجا متوجه شدن که ما کوتاهی کردیم در امر نماز و اگر نماز ما پایبندی می کردیم بقیه مسائل درست می شد. ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر. لہذا این فحشا و منکر و فساد که امروز در میان مسلمانان است از اینکه در حق نماز کوتاهی ہے، نماز یا ادا نمیشه یا نماز درست ادا نمیشه، کیفیت نداره نماز، کاهل نمازی، کوتاهی در امر نماز اما سرسری میخوانیم، عجله میکنیم، نماز توجه الله نیست. بزرگترین رکن نماز به قول حضرت امام غزالی رحمه الله تعالی رکن معنوی نماز، نه ظاهری، رکن قبولیت نماز، نه ادای نماز، او خشوع و تواضع الله است هنگام نماز و عاجزی که در دل ما پیدا میشه و حضور قلبی که در وقت نماز نصیب ما بشود، خدا نصیب کنه. لہذا کیفیت نماز اهمیت قائل بشید. نماز رکن از ارکان اعظم دین شما و نماز ضایع نکنید. هر کس نماز ضایع کرد دیگه چیزا را ضایع میکنه. پایبند نماز باشید. نماز دین شماست، روزه دین شما، زکات دین شما، حج دین شما و دین شما به این 4 تا 5 تا رکن که اقرار و شهادت لا اله الا الله منحصر نیست. اینا همه ارکان دین شما، دین شما از فرائض گرفته تا مستحبات همه دینن. سنت های حبیب، سید المرسلین، سید الطاهرین، سید الساجدین، سید المتقین، امام المتقین، امام الساجدین، امام الانبیاء، امام العابدین، حضرت محمد صلی الله علیه و سلم. ما با پدران و مادرانمون پدای او باشیم. او سروران گرامی برای نماز بسیار اهمیت قائل بود و ارزش قائل بود. سنت آن حبیب در تمام شؤونات دینی برای ما خیلی حیاتی و مهمه و دینه، مستحبات دینن، افضل دینه، اولاد در هر مسئله هم دینه و لذا برای شؤونات دینی اهمیت قائل باشید. زندگیتون را تطبیق بدید با دین، زندگی را تطبیق بدید با قرآن و سنت. گفته بنده گفته نیست، گفته بنده را بگذارید، عرائض بنده را بگذارید، قول بنده را بگذارید، ولی قول رسول الله را هرگز نگذارید. سعادت ما و سربلندی ما در اتباع حضرت رسول صلی الله علیه وسلم. اره بنده نصیحت شما را کردم، حرف زدم، این حرف بنده، لیکن شما توجه کنید که قول آن حضرت به زمین نیفته، آیه قرآن به زمین نیفته، ترک نشی از ما، پشت نکنید به کتاب الله، پشت نکنید به رسول الله، مخالفت خدا و رسول را نکنید. عزیزان من بترسن کسانی که مخالفت امر حضرت رسول را میکنن، مخالفت امر خدا را میکنن. و یحذرکم الله نفسا، خدا از خودش شما را میترسانه. فاتقوا الله، اتقوا الله، از خدا بترسید، مسیر پرهیزگاری را اختیار کنید.
در مقابل خدا کرنش کنید، در مقابل خدا سر تسلیم پایین بیارید، همچنان که ابراهیم علیه السلام، همچنان که محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تسلیم شدن در مقابل پروردگار و به سعادت رسیدن، همچنان که صحابه تسلیم شدن در مقابل فرمان خدا. صحابه، این جایگاه صحابه، مقام صحابه، ارزش صحابه از آنجاست که اینا تسلیم خدا و رسول بودن، پایبند دین بودن، دین محکم گرفتن، مضبوط گرفتن، با چنگ و دندان دین گرفتن، دین نگذاشتن به زمین بخوره. اگر به زمین خوردن، اگر گردنشون قطع شد، اگر بازویشون قطع شد، دین نگذاشتن به زمین بخوره. در رابطه با دینتون اهمیت قائل باشید. مهمترین ثروت شما، من مجدد عرض می کنم که فرزندان شما، اولاد شما نیست، زن و بچه های شما نیست، دارایی و امکانات شما نیست. این مهمترین سرمایه شما دینه و از دین حفاظت کنید، حراست کنید، پاسداری کنید، برای دین مال خرج کنید، برای دین جان بدید، برای دین وقت بدید، اهمیت قائل باشید برای دین تو. دین شما مهمه. و سرمایه ایمان شما تنها در مقابل همه ثروت ها و جواهرات دنیا بالای، خیلی بالاست. مادیات نمیشه معنویات قیمت کرد، ایمان قیمت کرد، نماز قیمت کرد، زکات قیمت کرد، روزه را قیمت کرد. زکات بدی سروران ثروتمند. زکات مهمه، فرض، بعد از نماز مهمترین رکنه که قرآن تذکر کرده است. زکات الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون. زکات امروز داده نمیشه، زکات ضایع، نماز ضایع، روزه خورده میشه، حج ادا نمیشه که فرض و رکن برای افراد توانگر. و لحاظا امروز فرائض زایان، ارکان دین زایان، واجبات زایان، سنن زایان، سنت های مؤکده زایان، مستحبات دین توجه نمیشه. دست کم میگیریم ما مستحباتا، در حالی که مستحبات دینن. و لحاظا همه این را باید به نگاه دین ما نگاه کنیم، دینتون حفاظت کنید. حقوق العباد همه دینند اینها سروران گرامی. دین احترام مادر و پدر و بالوالدین احسانا، با مادر و پدر احسان کنید. قرآن توصیه کرده در حق مادر و پدر. شایسته ترین انسان اونه که حق خدا را ادا کنه و حق بندگان را ادا کنه. دین، حفاظت دین شما با این است که مادر و پدر از شما خوشنود باشه، راضی باشه. رضامندی پروردگار با رضامندی والدین. الله رحم میکنه بر اون فرزند که بر مادر و پدر رحم کنه. فرزندان شما مطیع و فرمان بردار میشن اگر شما نافرمانی مادران و پدران نکنید. امروز مادر و پدر نافرمانی میشه توی جامعه ما. امروز پدران گریه میکنند که فرزندان اطاعت نمیکنند از ما، بعضی از پدران، اما نه. حق پدر و مادر وقتی ضایع باشه ایمانی نمیمانه، دین سالمی نمیمانه. وقتی حق همسایه که قرآن تاکید کرده ادا نشه، دین نمیمانه عزیزان من. دین متضرر میشه، ضربه میخوره حق خویشاوندان، حق مادر، برادر، خواهر، عمو، عمه، حق همسایه، حقوق انسان. امروز درسته که غربی ها شعار حقوق بشر را میدهند، اما بزرگترین حق بشر را انسان رعایت کرده. حقوق انسانی، حقوق بشری اسلام رعایت کرده. اگر ما مسلمانان رعایت نکنیم در جای، لحاظا این کمبود مال ماست، عیب مال مایه، عیب مال اسلام نیست. اسلام بی عیبه. اسلام دین نور و روشنایی، شب و روز اسلام درخشانه. اسلام همان نوره، در اون نقص نیست. نقص در بنده و امثال بنده، نقص عیب مال مایه. این لکه در چهره ما هست، در چهره اسلام لکه نیست. و لحاظا سروران گرامی، حقوق حیوانات باید ما رعایت کنیم. اسلام حق حیوانات رعایت کرده، حق مراتع و جنگل ها را رعایت کرده که اینا را نزنید، درخت بی خود قطع نکنید، مراتع حفظ بشه، سرسبزی دنیا حفظ بشه.
جنگل ها و محیط زیست حفظ بشه، بدون جهت اینا رو تخریب کردن صحیح نیست. لہذا اسلام دین وسیع، دین در برگرنده، در تمام شؤونات بشری برای بشر راهنمایی داره و هدایت داره. در معاملات باید صحیح باشن. اگر معاملات شما فاسد باشن، اگر ربا بخورید، اگر رشوه بخوریم علیاذ بالله، حرام بخوریم، مال مردم بخوریم، معامله ناصحیح و نادرست کنیم، دین ما متضرر میشه. دین نمیمانه سروران گرامی با این گناه ها. الله تعالی دین ما را حفظ کنه. معاملات باید شفاف و صحیح و شرعی باشه. شؤونات زندگی باید در مسیر حضرت رسول صلی الله علیه وسلم بیاید، در مسیر شریعت بیاید، در مسیر قرآن بیاید. اگر نکاح ازدواج باید مراسم مطابق با سنت باشه، نباید بدعت ها را، نباید عرض کنم که رسومات جاهلی را توی نکاح آورد. رسومات روسی ها را، آلمانی ها را، فرانسوی ها را ما در مراسم عروسی خودمون اجرا بکنیم. بلکه نگاه کنیم آن حضرت دخترانشون چگونه ازدواج دادن، صحابه چگونه ازدواج دادن. ازدواج باید در مسیر شریعت بیاد، رقص تویش نباشه، ساز و سوز تویش نباشه، صداهای ناجایز نباشه، برنامه های خلاف شرع نباشه، رقص زنان نباشه توی مراسم ازدواج. باید شرعی باشه، با متانت باشه، اسراف نباشه. وفات ما هم باید مطابق با شریعت باشه. نباید ما رسم اجرا بکنیم، ما سنت را اجرا کنیم. چگونه آن از رسول الله علیه وسلم وفات کردن، صحابه چکار کردن، صحابه وفات کردن، فرزندانشون، خویشاوندان آن حضرت و دوستان حضرت وفات کردن چکار کرده. باید این همه بیاید توی مسیر شریعت، مسیر دین. برای ما دین مهمه، دین اولایه، دین افضله و مهم هست. ما نباید بگذاریم که دین ما ضرر بکنه. دین از گناه ها متضرر میشه، از مشروبات الکلی دین ضربه میخوره، از موادهای افیونی، خواه فروشش باشه یا مصرفش باشه، همه خلافه. ولهذا این هستن که دین ما را ضرر میرسانن. وقتی آدم تریاکی باشه، آدم مواد افیونی مصرف کنه و این مواد جدیدی که اسامی جدیدی آمده، اشیاء جدید پیدا شده در این باره، همه اینها خلاف شرع، همه اینها حرامن، ناجایزن و اینها به ایمان به دین ضربه وارد میکنن. بی حجابیه برای مادران و خواهران. حجاب وقتی مادر و خواهر رعایت نکنه، زینتش را قرآن فرموده ولا یبدین زینتهن، زینت و آرایش را ظاهر نکنن. زنی که زینتش را جلوی مردان بیگانه ظاهر بکنه، ای عرض کنم که دینش متضرر شده، ضربه خورده. زن باید حفظ حجاب اسلامی را بکنه، نه بد حجاب باشه نه بی حجاب باشه. این جزء تمدن غربی هست که حجاب را کشف کردن و بی حجابی آوردن، بد حجابی آوردن در تمدن خودشون و تمدنشون لکه‌دار کردن، عیبدار کردن و عیبهای دیگری در تمدن اینها وارده. اما تمدن پاکیزه اسلام، طاهر اسلام، این از این علایش پاکه، در او عفت موجوده، حیا موجوده، در او پاک دامنی موجوده، طهارت موجوده، در او نکاح موجوده. به اهمیت داده به نکاح، اهمیت داده به حجاب، بی پردگی من کرده، بی حجابی من کرده. اسلام سوره نور داره، اسلام سوره احزاب قرآن داره. حجاب بیان کرده که فرصت نیست در این محفل من چیزی عرض کنم، ولهذا این خیلی مهم است برای خواهران. پیشرفت در این نیست و ترقی در این نیست که ما دنبال تمدن‌های غرب باشیم و غربی ها باشیم. پیشرفت و ترقی و پاکیزگی و طهارت و حفاظت دین در اینه که ما از تمدن اسلام که در مدینه منوره پایه گذاری شد اتباع بکنیم، از احکام الهی، از دستورات پروردگار و راهنمایی های الله رب العزت. حقوق الله سنگینن سروران، حقوق الله داریم، حقوق العباد داریم. دین از حقوق الله ضربه میخوره اگر فوت بشه، ضایع بشه، و دین از حقوق العباد ضربه میخوره و دین باید حفاظت بشه از اینکه حقوق العباد ضایع بشه.
همین نامه را خواندم اینجا، کسی نوشته بود که شما مردم نصیحت کنید که دین مردم چرا نمیدن. اون روزی که مال مردم وام میکنن چنان خوشحالن که غنیمتی در دست اونا افتاده است، و اون روزی که میخوان دین مردم بدن خیال میکنی که عذاب برفاست، مصیبتی برفایه، بلای برفایه، حق مردم نمیتوانن بدن. بسیار از این گروگانگیری و کارهای خلاف شر و خلاف انسانیت که الان توی جامعه موجوده، گاهی بیشتر از اینه که بدیها داده نمیشن. ولی اگر طلبکاران به طلبشون نرسیدن، بازم شران حرامی و جایز نیست. گروگانگیری عمل زشتی است، بدی است. این حق طلب دولت هست که کسی که طلب ها را نمیده باید زندان بکنه. اشخاص و افراد نباید مردم خود سرانه بگیرن زندان کنن که دین من نمیده. الله تعالی این فدیده زشتا و فدیده شنیعه از جامعه ما بردارد. عزت مردم، آبروی مردم، مال مردم، خون مردم مهمه. سید المرسلین صلی الله علیه و سلم در آخری سخنرانی هایش چون که سخنرانی فرمودن در میدان منی، صحابه را پرسیده که روز چه روزی است و این شهر چه شهری است، ماه و این بلد چه بلدی است. جواب ندادن، گفتن خدا و رسول بهتر میدانه از روی ادب، یا گفتن حضرت دیگه نامی میبره. فرموده این روز عیده و این ماه حرامه و این سرزمینم سرزمین حرامه، بیت و مکه هست. فرموده من طوری که 3 حرمت امروز جمع شده، همینطور خون شما، مال شما و آبروی شما بر یک دیگه. 3 چیز را حضرت ردیف کردن. فإن دماءکم و اموالکم و اعراضکم علیکم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا الا هل بلغتم. فرمود امان طوری که امروز 3 حرمت در این شهر اجتماع کرده، هم روز عید، روز حرام و از همه روزا مهمتر و حرامتره، و هم این ماه و هم این سرزمین، خون شما، مال شما و آبروی شما بر یک دیگه حرامه. آبرو ریزی نکنید، آبروی مردم نریزید، تهمت نزنید، غیبت نکنید، آبرو ریزی مردمه. بهتان نبندید، دروغ نگید، امانت خیانت نکنید. من گاهی اینجا این عرضه میکنم که آن حضرت وقتی این سخن ایراد کرده فرمود الا هل بلغتو، آیا من بیان کردم؟ معلوم میشه که مطلب مهمی بود، پیام بزرگی از جانب پروردگار آمد و حضرت رسول صلی الله علیه وسلم بیان کردن و فرمودن در پایان الا هل بلغتو. و بعد فرمودن شاهدین، کسانی که اینجا حاضرن به غایبین، برسانن این مطلب را و مطالب علمی دیگر را. توصیه حضرت بود که برسانن. نظر الله امرا سمع مقالتی فوعاها و اداها کما سمع. آن حضرت پیام دادم من و شما که علم را به جهانیان برسانید، علم نشر کنید. مردم اون روز به جاهلیت و تاریکی گرفتار بودن، آن حضرت علم آوردن، روشنی آوردن، نور آوردن. سینه آن حضرت دریای علم بود و لحاظا به دنیا در روشنی علم قرار گرفت. علم مهمه. علم خواهد دانشگاهی باشه یا حوزوی باشه، هر دو علم برای شما مهمن، هر دو علم روشنایی هن. و لحاظا توی این جلسه هم دانشگاهیان سخنرانی کرده، هم علما، و جا داره که من تجلیل کنم و تقدیر کنم از سخنرانانی که در اینجا صحبت کردند و شما صحبت اون سروران شنیدید. برای من مهم علم حوزه، علم شریعت، و برای من مهم علم دانشگاهی، علم روز. ما بدون علوم ترقی نمی کنیم، دارای تاریخ نمیشیم، نمیدرخشیم توی دنیا. و لحاظ علمی که ما را میدرخشانه و روشنایی که ما را میدرخشاند. و من توصیه اکید دارم خدمت شما که دین برایتون مهمه، دین مضبوط بگیرید، دین حفظ کنید، نگذارید دین ضرر متضرر بشه و برید دنبال علم. شما جوانان و فرزندانتون دنبال علم حوزوی و هم علم دانشگاهی بفرستید. روشنایی مهمه، علم مهمه. و اگر شما علم داشته باشید امکان نداره که شما به جایگاهتون قرار نگیرید. بالاخره همه دنیا شما را به جایگاه قرار میده، جایگاه علمی قرار میده. همه دنیا برای شما ارزش قائل میشه
و توصیه من آنه چون شما اهل سنت بیشتر واقع شدید در حاشیه کشور و مسلما حاشیه کشور از لحاظ علمی بالاخره به حد مرکز کشور نمیرسه و لحاظا شما باید با تلاشتون و کوششتون خود را به آنجای برسانید که برادران تهرانی ما، مشهدی ما، اصفهانی ما و شیرازی ما آنجایی که در مرکز فرهنگ هستند و مرکز علم هستند و دانشگاه ها، شما باید خود را آنجا برسانید با توانایی خود و با تلاش و جد و جهد خود. لذا این مسائل که عرض کردم خدمت شما مهمه. دین فراموش نکنید، دین مضبوط بگیرید، محکم بگیرید، با چنگ و دندان بگیرید، به فرزندانتون وصیت کنید دین را، به وضعیت دینی فرزندانتون رسیدگی کنید و انشالله نماز قضا نشه، گناه نکنید، معصیت نکنید، از معصیت فرار کنید و دوری بکنید، هرچه خلاف شریعت ترک کنید، شریعت بیارید توی خانهتون، توی زندگیتون، توی مسجدتون، توی محیط کاری بازارتون، همه جا شریعت وارد کنید. الله به شما و ما توفیق عنایت بفرماید. و ما راهمون راه اکثریت قاطع بلکه اجماع اهل سنت در این مسئله که وحدت ملی و امنیت ملی برای ما حیاتی و مهمه. و اگر وحدت به خطر بیفته همه ما متضرر میشیم، اگر امنیت به خطر بیفته همه متضرر میشیم. لہذا وحدت و امنیت به نفع همه ماست و خواسته های ما خواسته های طولانی و عریض و طویل نیست، خواسته های قانونی هست. ما اونچه که قانون حق داده، آنچه که اخوت حکم میکنه، آنچه که اسلام حکم میکنه، آنچه که قانون میکنه، ما زیاده خواهی نداریم. ما تمامیت خواه هستیم نه زیاده خواه و انتظارات هم زیاد وسیع هم نداریم. انتظار برادری داریم، انتظار اخوت اسلامی داریم، انتظار او اجرای قانون داریم، آنچه که قانون داده که تمام هرچی که اراکین این دولت هست و نظام جمهوری اسلامی قانون تعیین میکنه مشروعیتش را و مشروعیت از قانون میگیرن. ما میگیم هم حق قانونی رعایت بشه، آنچه که انتظار جامعه اهل سنت نه از لحاظ عقلی و نه از لحاظ قانونی دوره. ما میگیم که مساوات باشه بین شیعه و سنی، این انتظار ما داریم. مسئولین دلسوز ما، آقا تکبیر اگر اجازه بدید عرض من، مسئولین دلسوز ما انتظار ما اینه که با یک چشم نگاه کنه. وقتی این انتظار از ما دارن که ما اطاعت کنیم از مقام معظم رهبری، از قانون اساسی، از دولت، این حق مسلم حاکمه، ما باید اطاعت کنیم. این انتظار هم ما داریم که به هر حال با همون چشمی که به برادران شیعه ما نگاه میشه، بالاخره با همون به برادران اهل سنت، با همون چشمی که به یک قوم نگاه میشه، به قوم دوم و سوم و همه اقوام ایران تنوع قومی داره، تنوع مذهبی داره، مذاهب و اقوام با یک نگاه بشوند و تبعیض در کار نباشه، تبعیض به هر حال نباشه در استخدام ها، در واگذاری مسئولیت ها. و از روی خیرخواهی من یه حرفا میزنی، انتظار تک تک اهل سنت و انتظار تک تک جامعه ماست. و دومی انتظاری که انتظار نه از عقل خارجه و نه از قانون اخوت و برادری خارجه، بلکه عین اخوت و برادری است و عین عقله، و اینه که ما میگه حرمت مقدسات مراعات بشه. ما هم حرمت عرض کنم برادران شیعه را رعایت کنیم و ما هم خدا را شاهد میگیریم که اینجا بنده ایستادم، افرادی که تندروی میکنند گاهی و یا بخوان اهانت کنم، ما دست اونا را میگیریم. ما تا اون حکومتی در دست ما نیست، تا آنجایی که ما دسترسی داریم کسی حرف ما را بایدم گوش کنه و قبول کنه. ما جایز نمیدونیم که کسی اهانت کنه به شیعه و جایز هم نمیدونیم کسی به سنی اهانت کنه. قرآن اهانت را قرآن من کرده، کتاب ما گفته که شما پشت ندید، به احترامی نکنید. و این عرض کنه در راستای اخوت، چون ما اخوت میخواهیم، برادری میخواهیم
و میخوایم دوستانه با هم زندگی کنیم. و سومی انتظار اینه که همون آزادیه که قانون اساسی برای ما قائل شده در تعلیم، در تربیت فرزندانمون، مدارس ما، مساجد ما، بخش مذهبی ما، شؤونات دینی مذهبی ما، اینا آزادی خود را داشته باشه تا نظام جمهوری اسلامی هست و پرچم اسلام در ایران به اعتزاز با این آزادی رعایت بشه. هم عقل اینا میگه، هم قانون اینا میگه، هم اخوت اینا میگه، هم اسلام اینا میگه که آزادی باید حفظ بشه. به آزادی کسی با سلیقه اعمال سلیقه نکنه. هر مقامی باشه تو ایران باید از قانون اطاعت کنه، قانون مراعات کنه. و ما این انتظارمون از مقام معظم رهبری که رهبر همه ما شیعه و سنی هست، این انتظار داریم. ما از مسئولین امر این انتظار داریم که به هر حال مراعات ما را بکنند، مراعات آزادی ما را. مدار اجماع بین اهل سنت، علما و غیر علما، همه عموم مردم ما، همه فرهنگیان، دانشگاهیان، اکثر که حوزه استقلال خودشون داشته باشند. همینطور که حوزه شیعه و سنی با استقلالشون حفظ بشه، برنامه ریزی در اختیار خودشون باشه، ساماندهی در دست خودشون باشه. و نظارت ما گفتیم حق حاکم از دور دور، نه درون، نظارت از دور دور، از بیرون. بالاخره همیشه بوده، از اوایل انقلاب بوده. نهاد دفاتر نمایندگان ولی فقیه و نمایندگی شورای حوزه علمی قم در ما نظارت داشته. سال یک مرتبه امتحان گرفته از طلاب و وقتی گفته که طالب آقا فلان مشکل داره، استاد مشکل داره، بلا فاصله رسیدگی کردیم. ما یک روز هم نگذاشته طول بکشه، چون ما نمیخواهیم حوزه های ما توی مدارسمون. این نکته را من عرض بکنم، این هم توجه داشته باشید که ما نمیخواهیم توی مدارس دینی ما بس کسانی که ضد شیعه باشن ما توی مدارسمون پرورش بکنیم. واقعا اعتقاد ما نیست. و ما هم نمیخواهیم کسانی که ضد حکومت باشن و ناامنی درست بکنن اونها را جا بدیم توی مدارسمون. ما نمیخواهیم که فرار بکنه به توی مدرسه ما. نخیر، ما همیشه توصیه ما اینه که مواظب باشید. کسی که قانون خلاف میکنه نیاید توی مدرسه. ما کارمون کار فرهنگیه، در چارچوب عرض کنم قانون اساسی است. کار ما کار فرهنگیه و فرهنگی کار فرهنگی در همه دنیا به هر حال ارزش داره، حرمت داره. و لحاظا ما اطمینان میدیم به مسئولین امر که راه ما راه اخوت، راه ما راه برادریه. ما میخواهیم هم توی جمهوری اسلامی با حرمت زندگی کنیم، با سربلندی زندگی بکنیم و با برادری اخوت بگیم ما در کنار برادران ما هستیم و احساس حقارت نکنیم و احساس تنگی نکنیم، احساس فشار نکنیم. و این انتظار ما داریم از مسئولین امر که کسانی که بخوام فشار بیارن جلو اونها را مقام معظم رهبری بگیره، جلو اونها را مقامات مسئول کشور بگیره و ما هم شاد و خوشدل باشیم و الحمدلله این اخوت بتوانیم در دنیا منتقل بکنیم. راه ما اینه. و من همه مردم عزیزمون را توصیه میکنم به این که به هر حال امنیت من رعایت بشه، امنیت استان ما، امنیت کشور ما و امنیت بسیار مهمه. و این قانون هم خود ما هم رعایت کنیم باید و خلاف قانون چیزی را وقتی ما از دیگران انتظار داریم که با قانون با ما رعایت کنن، قانون اساسی را مراعات کنن، ما هم خودمون قانون باید در تمام شؤونات توجه داشته باشیم. سرا و علنا من معتقدم که باید قانون رعایت بشه و ما خلاف قانون مرتکب نشیم. و من مجدد تشکر میکنم از عرض کنم که همه مهمانان گرامی و اجازه بدید که من شکرگزاری بکنم از مسئولین استانمون که آمدن توی جلسه من شرکت کردن. نهاد نمایندگی رهبری آمد اینجا شرکت کرد، سخن گفتن، فرماندار محترم. و ما شکرگزاریم که آمدن شرکت کردن و مخصوصا از سایر ادارات که در برگزاری این جلسه با ما همکاری داشتن، کمک کردن، شارداری محترمه
و دیگر ادارات، آب و فاضلاب است، بهرحال برق و اینا همه از ادارات به هر حال ما همکاری کردن خالصانه و ادارات متعدد همکاری داشتند که من عذرخواهی میکنم از اینکه تک تک نام بگیرم. و اما ما گلایه هم داریم و گلایه ما اینه که سالهای گذشته مهمانان خارجی آمدند و امسال موفق نشدند و مهمانان خارجی ویزهشون نرسید و در حالی که این هم من خدا را شاهد میگیرم، این عقیده من هست که و خیلی هست که آمدن این مهمانان در راسته تقریب بین المذاهب و بین فرق اسلامی خیلی کمک کرد. توی کشورهای اینا که رفتن انعکاس دادن که اهل سنت اینجا آزاد شد. اونا که آمده توی جلسه را دیدن متأثر شدن، احساساتی شدن و رفتن تذکره کرده اخوتا مسئولین می آمدن اینجا صحبت می کردن و این حضور مهمانان ما بگیم برای ما زیاد شاید چیزی نداشت، ولی برای تقریب بین المذاهب و وحدت امت اسلامی خیلی نقش مؤثری داشت. و این گلایه ما هست که خیلی از شخصیت‌های علمی که ارتباط داشتن که دارن می آیند و خیلی از مردم به صورت اتوبوس خواستن بیاید از شهرستانا و به هر حال نتوانستن بیایند و مشکلات بعض اعمال سلیقه کردن و گفته این جلسه غیر قانونی است، در حالی که جلسه قانونیه. مسئولین آمدن، شما دیدید اینجا سخنرانی کردن. جلسه در راستای قانون و همکاری و مساعدت و موافقت مسئولین همراه بوده با ما و ما تعامل کردیم با مسئولین. اهل تعاملیم ما، گردنکش و تمرد در ما نیست. تا جایی که امکان تعامل باشه، تا جایی که امکان تعامل باشه، در اون حد ما حاضریم مساعدت کنیم و تعامل کنیم. بسیاری کشورها سفر نکردم، ولی توی ایران یا بعضی کشورها، بعضی جا که من سفر کردم و شخصیتها را دیدم، من شخصی به جامعیت حضرت مولانا عبدالعزیز کمتر دیدم. این ارادت بنده است و این عقیده بنده را معاف کنید و خدا نکنه تحقیر به هیچ کسی نیت نیست، ولی من خیلی اساتید دیدم که به اونا درس خواندیم، خیلی شخصیتها که شاید از لحاظ علمی از حضرت مولانا جلوتر بودن، ولی جامعیت حضرت مولانا از لحاظ علم، از لحاظ عمل، از لحاظ تقوا، از لحاظ شجاعت، از لحاظ عقل و تدبیر، حضرت مولانا همیشه میفرمودن یک من علم را 100 من عقل باید. عقل باشه تا علم را رهبری بکنه، علم را کنترل کنه و علم را در مسیر حکمت و تدبیر بیارد. لہذا حضرت مولانا را همیشه باید ما در دعای خودمون یاد بکنیم. این خشت دارالعلوم را، خشت مسجد مکی را حضرت مولانا رحمه الله تعالی با دست زیبا، با دست مخلصانه، با گریه و ریختن اشک گذاشته است. و هر سال مولانا در صحرای عرفات حضرت مولانا رحمه الله برای دارالعلوم دعا می کردن. شما خیال نکنید که اینجا چیزی به بنده برمیگرده. البته همکاران من خدا جزای خیرشون بدهد، واقعا با اخلاص کار میکنند. جامعه مدرسین، مردم زاهدان، شما مردم همه ما هستید، خدا شما را کمی نده. ولی بنده شخص خودم را میگم که این برکات حضرت مولانا، دعای حضرت مولانا، راهنمایی حضرت مولانا، اخلاص مولانا، رب مولانا، فضل رب هست و احسان پروردگار هست. و مولانا برای ما واقعا شخصیتی بودن، برای جامعه اسلامی، جامعه اهل سنت ایران، بلوچستان، زاهدان و سطح ایران که همه مردم از او راضی‌اند و ستایش میکنند و تعریف میکنند و مولانا را همه علما قبول داشتند. در میان علما مقبولیت عام حضرت مولانا عبدالعزیز رحمه الله تعالی داشت. و امروز چون شما قدم زیبایتون را در جای گذاشتید، مدرسه که اساسش را حضرت مولانا گذاشته، من این تذکره را میکنم. و لحاظا در دعاهایمون حضرت مولانا را یاد کنیم و در این محفلیات کنیم. ای کاش حضرت مولانا امروز حیات داشتن، شما را می دیدن،
هی کاش مولانا حیات داشته امروز این فارغ التحصیلان میدیدن، این حافظان قرآن، این علما و اندیشمندان میدیدن، حضور شما را میدیدن. و ما امیدواریم که امروز که مولانا در میان ما نیست، الله تعالی ایشون شریک بگردانه در این محفل و روحش را شادمان بگردانه و درجاتش را عالی و بلند بگرداند. همه ما فرزندان حضرت مولانا هستیم و از ایشون کسب فیض کردیم و از ایشون راهنمایی گرفتیم و درجات ایشون و درجات همه علما و اندیشمندان گذشته مرتفع باد و بلند باد و الله تعالی به همه این بزرگان رحمت خاص خودش را نازل بفرمایند. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که میدانند و کسانی که نمیدانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند میپذیرند.